امروز میخوام قصه ای رو تعریف کنم. امروز میخوام قصه حقیقی که در یکی از روزنامه‌های عربی ذکر شده. قصه رو خود صاحب قصه تعریف کرده و از روزنامه خواسته تا اسمش رو منتشر نکنه، فقط خواسته عبرتی برای مردم باشه. صاحب قصه میگه در دانشگاه بودم و تو اونجا بسیاری از جوانان با دختران رابطه داشتن. یه بار با دختری آشنا شدم و باهاش رابطه غیر شرعی برقرار کردم و مدتی به همین صورت گذشت تا اینکه حامله شد. هنگامی که خانواده‌اش متوجه شدن و دختر منو به اونا معرفی کرد، برادرش پیش من اومد و به من حمله کرد. بهش گفتم من این دختر رو نمیشناسم، برو ببین از کجا باردار شده. رهاش کردم و چون مدرک علیه من در دست نداشتن منو رها کردم. قضیه رو فراموش کردم. بعد از گذشت سالها یه روز وارد خونه که شدم، مادرم روی زمین بیهوش افتاده بود. سعی کردم بیدارش کنم. هنگامی که بیدار شد فریاد زد و دوباره از حال رفت. دوباره بیدارش کردم، اون هم فریاد میزد و میافتاد، تا این که بهش گفتم مادر چی شده؟ فریاد میزنی و میگی خواهرت. مگه خواهرم چی شده؟ گفت خواهرت از پسر همسایه حامله شده. به سمت همسایه‌مون رفتم، اونو گرفتم و هنگامی که خواستم بهش حمله کنم کلمه‌ای به زبون آورد که مانند تیری بود که قلبم رو پاره کرد. میدونی چی گفت؟ گفت من خواهرت رو نمیشناسم، برو ببین از کجا باردار شده. سبحان الله، دقیقا همون جمله‌ای که به خانواده دختره گفتم و جزا از جنس عمله. هنوز قصه تموم نشده. میگه دچار دردهای روحی شدیدی شدم. سپس بعد از سالها تصمیم گرفتم ازدواج کنم. بعد از نامزدی و عقد برای شب زفاف آماده شدیم. روز زفاف ناگهان متوجه شدم که همسرم از قبل زنا کرده و اون به من گفت بر من بپوشان تا الله بر تو بپوشاند. با خودم گفتم بس ای الله، کافیه ای الله. میگه یه بار دیگه ضربه خوردم و این غصه رو به سختی قورت دادم و سالها رو با اون سپری کردم و از اون دختر بچه‌ای مانند ماه به دنیا اومد. هنگامی که به 6 سالگی رسید دخترم از خیابون گریان کنان به خونه اومد. گفتم چی شده؟ نگهبان ساختمان به اون تجاوز کرده بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. برادر گرامی، خواهر گرامی، نگو خیلی ها این معصیت رو انجام دادن. نه، هرگز نگو. اون دختر دانشگاهی که در اول قصه با اون رابطه رو شروع کرد برادری داشت که اون ماجرا براش یه فاجعه بود و خداوند هم همون فاجعه رو بر سر خواهرش در آورد و شوهری خواهد داشت که شوکه خواهد شد و پدری که قلبش براش قطع قطع میشه. پس الله متعال دخترش رو مبتلا کرد و جزا از جنس عمله. پس باید عاقبت عملش رو متحمل بشه. ولی کسی که گناهی نداشته باشه و این چنین مصیبتی براش پیش بیاد، این آزمایشاتیه که خداوند بندگانش رو مبتلا میکنه تا مقامشون رو بالا ببره، گناهاش رو ببخشه. و برادران و خواهران گرامی، پروردگار ما سبحانه و تعالی بسیار غیوره و بر حدود خود بسیار غیرت داره و برای اون انتقام میگیره. پس هوشیار باش. از الله متعال خواهانیم که عیبهای ما و شما رو بپوشونه.